هلاهل کیه داره میخنده؟ از درخت افتادم اون سوسولکی پاره شد. یه بار دیگه من بگم 3 بار باش. از درخت افتادم اون سوسولکی پاره شد. بله خیلی ممنون. ببریم تو میریم سراغ آقای 111 امیر آقا. بله وحید جان من به خدا شرمنده‌ام. خواهش دوست میکنم اشکال نداره آقا عزیز دلم شما بفرم. دورت بگردم. دوست عزیز اسماعیل آقا جان مهربون باش بزرگوار، جانم. شما صدای میمونی در بیار که داره خود ارضایی میکنه. اوه خب خدا بعد اسماعیل یهو یه میمون دیگه میاد میبینش این از تب در میره. فاطمه خب خانم صدای یعنی اونم در با بیار. قلبک از رو مرد شدی یا خب صدای من روم میمون. نمیشه چیزی بگم. اسماعیل صدای میمونی رو در بیار که داره خود ارضایی میکنه. فکر کن یه میمون داره خود ارضایی میکنه تو حال یه هوایی. نمونه هم براشون برو دیگه اسماعیل، این چیزایی که میگی سخت. یه اینجوری خورده مثلا داره الان آسون خود ترش ارضایی کن تا میکنه. من نگاه میمون کن تا حالا از آقا نزدیک امیر، ندیدم. نگاه کن چه جوریه الان. گوش کن اجرا میکنه شما همینو باید در بیاری. بله اینو حالا میشه یه کاریش کرد. گوش کن. اینجا داره خود ارضایی میکنه، برای یه میمون دیگه میاد بالا درخت میبیندش، واو در میره. بفرمایید آقای بده. امیر. خیلی نامردی باش بریم. خداییش دیگه شبیهت بود دیگه قبول کن دیگه اسماعیل. بودو بابا در آوردم به خدا. من همین کارا رو کردم اد میگیرم. آقا داشتم همین قشنگ کارا رو کردم اد بلند میگیرم. همینو